سلام و درود خدمت بینندگان محترم. شب و روز همگیشون بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، امروز شنبه تاریخ 29 ثور کار بند همبستگی سنگای دامان ادامه داره و بریم کارا را از نزدیک مشاهده کنیم که در کجا جریان داره و کجا کار میره. تشکر، ما را همراهی کنیم. خب دوستای عزیز، امروز خوشبختانه بتون ریزی شروع شده که طرف داخل کان بتون کمانده بود. بتون ریزی منه بتون که آقای رحیمی یکی از حسابکاران مهم بند همبستگی سنگای دامان است. واقعا شب روز تلاش منه. دوستای عزیز، عملاتی که بنده بتون استفاده میشه. شکر. چارمان تجاره؟ الحمدلله. فضل خدا را. امروز خلاصین بخیر؟ آره، روز خلاص میشه. خب دوستای عزیز، کارم جریان داره، سنگکاری هم شروعه و کالی ستا نظیف داریم که سنگ نما میکنه. هم سنگ نما چنده. سلام علیکم ستا نظیف. خوب بخیر، صحت خوب بخیری؟ دوستای عزیز، نما رو تازه کار بده. یعنی هم سنگایی که کار شده. خب دوستای عزیز، این را طرف هم شروع ده که سنگکاریش ادامه داره. خب دوستای عزیز، این سرریزم 2 متریش تکمیل شد. پته خلاص شده و استا هم هنگاف مونه و دوری سرریزه آب هم تکمیل شده. هنگاف مونه در 2 متریش تکمیل شده در اندازه دیگرها و چیز شناج سومیش هم پیش رو نمایش کار شده و پشت سر پلکاریش مانده که دوستای عزیز، امروز 2 مکسر کار منه به خاطر که چند وقت پیش 1 مکسر بود. امروز خوشبختانه 2 مکسره به خاطر که بتون ریزی هم داره امروز و سنگکاری هم جریان داره. دوستای عزیز، هم سیخ بندی شده داخل اصل دوال برشی که وصله.
هم کارم نه این نمات انشالله رو باید امروز خلاص شنه فقط نفت سر شد 1 متریش کار شده دفعه دوم نصف شده کار دوستای عزیز این هم بکن نزدیک مکسر آمدن نه خب دوستای عزیزم سالن تقریبا 12 بجه دیگه کارم حالی تنانخوری تعطیل منه دیگه اگه ما تانستیم تا آخرین تعطیلی کار را بلدشون ویدیو ببرم و امروز چقدر کار شده و چقدر تکمیل شده دوستای عزیز چینل آقای رسولی رو حمایه کن سلام دوستای عزیز اینجا دیگه ساحه رگم دیم ندیم رگ برنه نگه موتر سرخ شد